امیدوارم که صدای ما هست بچه‌ها در یوتیوب و فیسبوک، به خاطر که کانال ما چند مدت میشه پخش مستقیم نداشت و نوار را ما در این کانال نشر نمی کردیم، چون ما مصروف دیگر چیزها بودیم و در دیگر جور پخش مستقیم میگذروندیم. ولی عین حال امیدواریم که در کانال جوانان تاجیکستان ان شاء الله امینین که از این روز به بعد برنامه‌های خود رو پیش میبریم و جای رسمی که ما از امروز برنامه‌های خود رو پیش خواهیم برد این کانال جوانان برای تاجیکستان است. و اگر که ان شاء الله امینیم که جوانان کانالش زنده بشود، ما نوروی جدی خواهیم کرد. این چونین کانال ما جوانان تاجیکستان یا که تاجیکستان در فیسبوک هم نیز هست و فیسبوکش به اساس اون چیزی که موجود نوارهای زبان فارسی و یا که با حروف فارسی بیشتر مطلب ها نشر میکنیم، از این سبب شاید بینندهش بیشتر از طرف کشورهای فارسی زبان باشد. ولی امیدواریم که از این پس ما بتوانیم در صفحه جوانان برای تاجیکستان مطلب های با زبان سریلیکی و اینکه تاجیکی که امروزه است نشر بکنیم تا اینکه که بیننده ما بیشتر شود. و وقتی که ما مشغول دیگر کانال ها بودیم، البته این کانال ما بیشتر بیننده ندارد و ما مطمئنیم که وقتی خود را که در جای های مصرف کردیم از این پس در این کانال مصرف میکنیم و ان شاء الله که حتما که مفاد خواهد داشت برای بیننده تاجیک. خب، عرض سلام و ادب خدمت همه شما بار دیگر، برادران، خواهران، بزرگان و تمام مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم که تنصیحت و سلامت باشید هر کجایی که قرار نداشته باشید. برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، یک خبری خیلی شومی از تاجیکستان به نفع به سمت ما رسید. این اخبار در سامانه‌های مجازی نشر می شود و می گردد که واقعا نه تنها یک جامعه بلکه تمامی مردم تاجیکستان را و آزاداندیشای تاجیکستان را نگران کرده است. برادران و خواهران عزیز و گرامی، همونطوری که اگر نوارهای مرا قبلا نگاه کرده بودید، من همیشه برای شما از جای بود و باشتی برادرم و رهبری ما سهراب ظفر و این چنین نماینده آن در ترکیه نسیم جان شریپوف اخبار میدادیم و برای شما گزارش میدادیم و ما برای شما قول داده بودیم که لحظه اخبار جای بود و باشتی این برادران به سمت من برسد، من حتما اونها رو به سمت شما میرسونم و انشالله امینیم که با هم این اخبار را میخونیم و امیدوارم که ما و شما میتوانیم کار کنیم برای برادرانی که امروز دستگیر شدن. دوستان و برادران عزیز و گرامی قدرم، من اولا میگذارم از اون چیزی که ما همطوری که اخبارهای ما رو دیدید به سمت شما رسوندیم که سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف در ترکیه نوپدید گشتن. اول نسیم جان شریپوف نماینده حرکت سیاسی 24 نوپدید گشت و ما مدت در پی تلاشی پیدا کردن جای بود باشتشون بودیم و تلاش‌های خیلی زیاد کردیم، مخصوصا رهبر حرکت سیاسی گروه 24 سهراب ظفر واقعا خودشون خیلی تلاش زیاد کردن، چون خودشون در ترکیه قرار داشتن و علاوه بر اینه که ما خیلی زیاد فشار می آوردیم براش، میگفتیم که برادر جان خود در خطر است و باید که پیش از همه تلاش و کوشش کنیم که جایت رو عوض کنیم و ترکیه رو ترک کنیم. نه وابسته به همین خطرهایی که ما آگاهی گرفته بودیم که با جان و حیات و ممات برادر ما سهراب ظفر در کشوری ترکیه در خطر است و انسان ناترسیده و جسورانه جای برادرمون نسیم جان شریپوف را جستجو میکرد. ببینید دوستان گرامی، اینجا یک نقطه خیلی مهم است که خودگذری و قربانی این را میگویند که یک انسان به خاطر برادر خود، شما ببینید به خاطر برادر خود که ناپدید می شود، نوابسته از اون که میداند در این کشور جانش در خطر است، باز هم تلاش و کوشش میکند که جای بود و باشت این انسان را پیدا کند. میبراید بیرون با اداره‌های پلیس، با جایهای مسئولی که حکومت منطقه دارد تلاش و کوشش میکند با اداره‌های وکیل‌ها تا اینه که جای بود و باشتی برادرمون نسیم جان شریپوف را پیدا کند. علاوه بر این حتی چندین مغازه‌هایی که در اون جایی که نسیم جان زندگی میکرد و کامراها موجود بودن، همه اون کامراها را نظارت میکرد و نوارها هم به سمت حرکت سیاسی گروه 24 رسانده بود. ولی من نمیفهمم سبب در چی باشد این نوارها تا امروز به نشر نمیرسن، ولی به هر صورت برادر سهراب ظفر این تلاش ها را کردن و این باعث گشت که بازم سهراب ظفر بعد از یک مدت کوتاه 23 روز
بعد از نوپدید شدن نسیم جان شریفوف نوپدید گشت. البته نوپدید شوی این بزرگوار، این مرد، این راهبر برای ما خیلی سخت بود و همونطوری که شما دیدید ما مبارزه خیلی قوی بودیم برای پیدا کردن اون، تلاش‌های خیلی زیاد صورت گرفت. البته من آماده بودم برای رفتن سفر به ترکیه. متاسفانه همونطوری که شما میدونید برای سفر به ترکیه ویزا لازم است و ویزا را دریافت کردن یک کاری آسان و سهل و ساده ای نیست. ترکیه امروز خیلی سخت کرده است، مخصوصا با کسانی که در جستجوی بین المللی قرار دارند، برای اونها ویزا دادن رو خیلی دشوارتر کرده است. از این سبب ما نتوانستیم به اونجا سفر کنیم، ولی به هر صورت ما تلاش‌های زیاد کردیم، نامه‌های زیاد نوشتیم و خیلی تلاش کردیم، تظاهرات‌ها انجام دادیم که جویی بود گشتی برادرمون سهراب ظفر و نسیم جان شریف رو پیدا کنیم، ولی متاسفانه ما برای این موفق نشدیم. و بعد از اون چیزی که ما یک هفته در پی جستجو بودیم، من موفق شدم یک زنگ تلفن بزنم با یک اشخاصی که از نزدیکانی سهراب ظفر پیدا کردم. من این اخبار را دریافت کردم که سهراب ظفر در تاجیکستان است الکی و او رو بردن در زندان قرار دارد. این حرف رو من به جاهای که مسئولم به اونجا رساندم و گفتم که چون این حالت ها موجود است و این اخباری است که من این اخبار رساندم. من اگر حرف رو از زبان خودم رساندم، چون من عادتی ندارم که صدای یک انسانی رو که در تاجیکستان است ضبط کنم به اصطلاح یا برداشت کنم در تلفنم و او را به کسی نشان بدم، چون این میتواند یک انگیزه‌ای باشد، یک کاری باشد که جان و این انسان در تاجیکستان در خطر بیاد. همونطوری که گفتم امکان دارد که در هر یک حرکت، در هر یک سازمان اشخاصی هستند که برای اعتماد و باوری نیستند. از همین دیدگاه من آوازهای اونها را ضبط نکردم، فقط یک زنگ تلفن بود و من این اخبار را رساندم و اخبار دیگری را من به مسئولین و رساندم، اما این چیزها جدی‌تر گرفتن نشد و برای برادران این چیز دلایلی قاید کننده نبود. اما به هر صورت ما تلاش و کوشش کردیم و بعد از یک هفته میتوانم من همچون یک مسئول این حرکت که حالا دیگر با کارهایی که اینا انجام دادن با مسئول این حرکت برای شما رسانده بودم، یعنی مشخص بود برای من که علاقه سهراب ظفر در تاجیکستان است و همین طورم من یک تحلیل در سامانه حرکت سیاسی گروه 24 زیاده از 6 نقطه تحلیل رو نشر کردم. شما میتونید در سامانه حرکت سیاسی گروه 24 این تحلیل ما رو پیدا کنید، اگرچه از نام حرکت سیاسی گروه 24 نوشته شده است ولی تحلیل بنده است. من در اونجا کلا جزئیات زندگی اونها، ارتباط بین ترکیه و تاجیکستان و ارتباط دزدی کسانی که در تاجیکستان بودند و مخالف حکومت اردوغان بودند و یا اینکه اینها مخالفان حکومت تاجیکستان در حکومت رحمانوف در ترکیه، اینها را من یک موضوع خیلی وسیع نوشته بودم در سامانه حرکت سیاسی گروه 24 گروه 24.net است، اشتباه نکنم در اونجا نشر کرده بودم. شما میتونید اون تحلیل ما رو پیدا کنید، بسیار مفید است، نکته خیلی جالب و خیلی با منطق و با دلایل نوشته شده است. این نقطه‌ای را که وقتی من نوشتم این با سبب اون بود که البته در بالا این چیزها را نپذیرفتن و من که دقیقاً دیگه مطمئن بودم که بچه‌ها در تاجیکستان است و بر اساس همین این نقطه را من با طور آشکار نه و با طور رمزی من این چیزا در سامانه نوشتم و کسانی که البته خواندن شاید درک کردن که علاقه سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف در تاجیکستان، یعنی میتوان گفت که برای ما علاقه معلومات در هفته اول رسیده بود که نسیم جان شریف و سهراب ظفر علاقه در تاجیکستان. البته نسیم جان شریفوف رو ما میتوانیم قضیه‌اش دیگرتر کنیم به خاطر که ما هیچ ارتباطی با نسیم جان شریف و با نزدیکانش پیدا کردن نتوانستیم و البته وقتی که بودن برادر سهراب ظفر در تاجیکستان آشکار شد و در بودن نسیم جان شریف در تاجیکستان برای من اصلا خودم صحبت میکنم این شک وجود نداشت. از این دیدگاه من میتونم بگم که یعنی من همچون یک مسئول و سخنگوی حرکت و عضو ریاست این حرکت برای خودم علاقه دلایل ها داشتم و اثبات کننده هم بود که برادرها علاقه در تاجیکستانند و باید کارهایی کرد که این رو به دادگاه بین المللی و سازمان ملل مراجعت کرد و شکایت کرد که پرونده این دو اشخاص به این سازمان ها و این نهادها برده شد و
کشور ترکیه برای این کار غیر قانونی کردنش جوابگری کشیده شود. و علاوه بر این پیشنهاد این بود که ما بتوانیم حکومت تاجیکستان رو در ربردن انسان ها از کشورهای خارج چکار کنیم و سازمان‌های بین المللی بکشیم و سودهای و دادگاه‌های بین المللی. البته من رساندم و تلاش‌هایم رو کردم، چون من در بخش خارجی حرکت کار نمی‌کنم و باید بخش خارجی این کارها رو انجام بدهد، ولی ترکجا این کارها رو انجام داده است نداده است این معلوم مشخص نیست، چون کارهای باید انجام داده میشد و معلومات‌های به سمت من رسانده شد که شما باید این چیزها را برای ما جمع بیارید و بیارید برسونید، ما کارهای را انجام میدیم. من این معلومات را آوردم با برادرانی که مرا کمک کردن در جمع کردن این موادها. من تشکر میکنم از اینجا ازشون. ما با هم این موادها را جمع کردیم و به بخش خارجی رسوندیم که موادها همه تیار است و شما فقط دوام کار را ببینید. و علاوه بر این من به سمت خارجی رسونده بودم که من آماده ام در تمام سمت‌های برای پیدا کردن معلومات، همچون تیمی سایت حرکت سیاسی گروه 24 که بیشتر نشر و مطلبی نوشتجات رو به دست داشت، آماده هست همکاری کند، تمام مطلب ها را بنویسد، پیدا کند معلومات را و برای شما پیشکش کند و شما فقط کار را انجام میدید، این رو به جای داخلدار برسونید. حالا تا کجا این کار انجام شد؟ تا زمانی که من در شورای این حرکت بودم که من 2 ماه می شود از شورای حرکت سیاسی گروه 24 با مشکلات پیش اومد خارج شدگیم و به سمت من هیچ معلومات رسانده نشده بود و من بارها درخواست کردم که کار تا کجا پیش می رود و فقط حرفای میشنوم که کار پیش می رود و اون دوام کارش رو نمیدونم. به هر صورت این کارها صورت گرفته بود. حالا رادیوی آزادی چند روزی پیش به ما خبر رساند و شخصا به من خبر رساندن که آیا شما با خبر هستید که نسیم جون شریپوف و سهراب ظفر در تاجیکستان هستند؟ ما از دادستان کل سوال کردیم و ایشان گفتن که سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف در تاجیکستان قرار دارند. البته می شود گفت که تقریبا من این زمان دیگه در شورای حرکت سیاسی نبودم و این خاطر دیگر من معلومات نداشتم که شورای حرکت سیاسی گروه 24 معلومات جدید رو به دست آورده است نآورده است. من فقط گفتم که معلومات شاید به نزدیکی بشود و شما میتونید با فلان نفری که در فلان سمت کار میکند با گروه 24 میتونید شما با اون تماس بگیرید و ایشون این معلومات رو به سمت شما میرسونن. من نمیدونم پس دیگه این معلومات تا کجا رسونده شد و رسونده نشد، ولی بعد از یک روز در سامانه حرکت سیاسی گروه 24 یک مطلبی نشر شد که با رمز و با مخفیات درباره نوپدید شوی سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف گفته میشد که این جزئیات دقیق نبود. البته چون من بازم با رادیوی آزادی برای نشر این قضیه صحبت کردم، اونها برای نشر کردن این مطلب گفتن که هیچ معلوماتی در اونجا برای استرداد اینها گفته نشده است، برای خاطر نشر نکردن. اما بعد از گفته شنید دادستان کل این قضیه در سامانه رادیوی آزادی نشر شد و این من به سمت شما از رادیوی آزادی میرسونم برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر من. خب همطوری که شما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر من در سامانه رادیوی آزادی میبینید، در اینجا نوشته شده در سرلوحه که در تاجیکستان هستند شرح رسمی درباره فعالان گم شده. حالا برمیگردیم پایان‌تر، در اینجا این مطلب را میخونیم که دادستان کلی تاجیکستان گفت که سهراب ظفر راهبر حرکت سیاسی روی 24 یک سازمان مخالف حکومت که ماه مارس امسال با طور مرموز در شهر استانبول ترکیه ناپدید شده بود در دوشنبه است و تحقیق پروندهش جریان دارد. یوسف رحمان روز 9 آگوست در نشست خبری و در پاسخ به سوال روزنامه‌نگاران در این باره ابراز نظر کرد. بنا به سخنهای او نسیم جان شریپوف عضو فعال گروه 24 که این نیز در استانبول بی‌درک شده بود در تاجیکستان است. تفتیشات پرونده آنها در روزهای نزدیک به انجام رسیده بعد دادگاه فرستاده خواهد شد، گفت یوسف رحمان. این شرح نخستین مقامات تاجیکستان بعد از تقریبا نیم سال بی‌درک شدن فعالان گروه 24 است، اما دادستان کل اتهام ضد آنها و تفصیلات چگونه از ترکیه به دست آوردن آنها را نگفته. آنها را تاجیکستان آوردنشان را نگفت. خب در اینجا
این در حالی است که دیگه به قول یک فعال گروه 24 بزید هر آنها به اتهام دعوت به زوراوری به زور تغییر دادن سخت کنستیتوسیونی و استفاده از اینترنت پرونده باز شده است. حالا این قضیه دیگر مشخص معین است، چیزی جدیدی درباره این چیز گفته نشده است. و دوستان عزیز، این مطلب رسمی بود که از دادستان کل و طریق رادیو آزادی در سامانه رادیو آزادی نشر شد. علاوه بر این دوستان عزیز، امروز سامانه از تیوی هم نیز یک مطلب دیگر نشر کرد. در این مطلب هم نیز همین حرف گفته می شود که دادستان کل تاجیکستان در دوشنبه بودن سهراب ظفر را برای حرکت سیاسی گروه 24 و نماینده این گروه در ترکیه نسیم جان شریفوف را تصدیق کرد. یوسف رحمان دادستان کل کشور روز 9 اوگوست سال جاری ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف در یک از بازداشتگاه دوشنبه قرار دارند و تفتیشات پرونده این دو نفر فعال سیاسی تاجیک در روزهای نزدیک به انجام رسیده، سپس با دادگاه فرستاده خواهد شد. اما دادستان کل اتهام ضد آنها را تفسیرات چگونه است که به تاجیکستان آوردنشان و وضع آنها را شرح نداد. در همین حال محمد صابر عبدالخالق خب دیگر در صحبت با رادیو آزادی گفته است که به ضد سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف با اتهام دعوت به زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی از طریق اینترنت در رادیو آزادی خوندیم. خب دیگر اون چیزی که تکراری شد. خب دیگر دوستان عزیز، همونطور که یادآور میشویم دیگر 10 مارس سال جوری و نسیم جان شریف فعال گروه 24 روز 23، یعنی سهراب ظفر روز 10 مارس و نسیم جان شریفوف روز 23 فوریه، تقریبا نیم سال پیش از ترکیه نوپدید شدند. این تفصیلات رسمی دوستان گرامی از جانب دادستان کل تاجیکستان بود که به سمت شما رساندیم. همونطور که دوستان من برای شما معلومات دادم، همونطور که به سمت شما من رساندم دوستان عزیز و برادران گرامی، مشکل اصلی در اینجاست که در تاجیکستان متاسفانه اینستیتوی جامعه و جامعه مدنی و فعالان جامعه مدنی کاملا و حزب‌های سیاسی که دیدگاه مخالفت داشتن با همین حکومت از بین برده شدن و حکومت رحمانوف امروز با جنایت بین المللی دست میزند. اولا جنایت حکومت رحمانوف در فدراسیون روسیه از سال 2000 به نظر من اگر اشاره بکنم دو آغاز یافت که بار اول به دزدی و آدمربایی در این کشور دست زد و بعد از اون آغاز کرد دیگر دزدیدن و زندان کردن و قتل کردن در داخل روسیه و هر کاری میخواد انجام میداد. در این پوشیده نیست که حکومت امامعلی رحمانوف یک حکومت خودکامه و یک حکومت زیر دستی حکومت فدراسیون روسیه است و ما ایرا هیچ وقت این کار نکردیم و این کار نمیکنیم. و علاوه بر این دوستان، ما بعد از اون که از داخل فدراسیون روسیه بر اساس اون چیزایی که اتهامایی که به ما صورت گرفت و برادران ما و نزدیکان ما در اونجا به خطر رسانیده شدن سال 2014 و زندان کرده شدن، همونطوری که برادر ما و رهبر من و نزدیکترین آدم به من مقصود ابراهیموف که من در سامانه در حزب سیاسی جوانان برای احیای تاجیکستان معاون اون بودم در شهر مسکو و اسنادهایی که ما در شهر مسکو در مینیوس سپریده بودیم، مقصود ابراهیموف رهبر این حرکت بودن، من معاون اول این حرکت و اینچنین نسیم جان شریفوف که عین حال به درک گشتن معاون دوم این حرکت بودن. ما با مینیوس شهر مسکو درخواست رسمیت کرده بودیم که این رسمیت از جانب مینیوس رد کرده شد. این رهبر حزب سیاسی روز 20 ژانویه در شهر مسکو نوپدید گشت. پیش از اون که نوپدید بگرده در ماه نوامبر سال 2014 در ژانویه 2015 20 نوپدید شد، ولی در ماه نوامبر 2014 یک حمله و یک سوءقصد به جان همین رهبر جوانان برای احیای تاجیکستان صورت گرفت که در اونجا مقصود ابراهیموف متاسفانه با 5 کارت زخمی کرده شد. البته در اونجا یک
تپانچه وجود داشت که اونها میخواستن اول با تپانچه مقصود ابراهیموف رو بپرانن و تلاش کردن با تپانچه را استفاده ببرن، اما نتوانستن چون کار نکرد و مشکلات پیش اومد در تپانچه، مشکل به میان اومد که او کار نکرد. اونها بعد پس از کارد استفاده بردن. وقتی که اینا به مقصود ابراهیموف رهبر جوانان برای احیای تاجیکستان حمله میکنن، در این صورت یک 5 کارد میزنند، مقصود ابراهیموف داد میزند، فیغان میزند و در اینجا یک زنی کلانسال بزرگسال از همون ساختمانی که مقصود ابراهیموف زندگی میکند از همون بیرون میشود، در دستش یک سگ دارد و اون سگ رو طرف همون حملگر روان میکند که اون حملگر از اونجا فرار میکند. یعنی همون پیرزن، همون زن پیرانسال واقعا بگیم سبب میشود که مقصود ابراهیموف نجات مییابد و یاری تعجیلی میآید مقصود ابراهیموف را از نزد همون ساختمان خونالود به شهر مسکو و بیمارستان میبرند و در بیمارستان چند مدت او رو نگاه میدارن و بعد از اون مقصود ابراهیموف بعد از 1 ماه، یعنی شما فکر کنید اون کارت‌های زده بودن، بعد از 1 ماه مقصود ابراهیموف بعد از 1 ماه میتواند از بیمارستان فقط رخصتی بگیرد و فقط بعد از 1 ماه. شما ببینید حال زیادی از مردم فکر میکنن که دلایل‌های بیشتری شما باید پیشنهاد کنید که دادگاه بین المللی و یا اینکه سازمان بین المللی یا اینکه تمام این تشکیلات‌هایی که راجع به حقوق بشر کار میکنن یگان کاری عملیه که در همین قضیه بکنن، در حالی که خودی روندی همین کار نشان میدهد که جنایت بین المللی واقعا نسبت فعالان و مخالفان حکومت امالی رحمانوف صورت گرفته است و مقصود ابراهیموف یک نمونه آشکار و روشن همین کار است. من همونطوری که برای شما ذکر کردم مقصود ابراهیموف 5 کار خورد. بعد از 1 ماه مقصود ابراهیموف تنها توانست چیکار کند؟ از بیمارستان رخصتی بگیرد. وقتی که مقصود ابراهیموف از بیمارستان رخصتی گرفت در بیرون، بعد از 1 ماه او توانست موفق شد یک ویدیویی کنه، یک نواری بکنه. در اون نوار تمامی بدنش رو نشان میدهد که چند کارت خوردگی است و شما میتونید این نوار رو پیدا بکنید، در سامانه‌های مجازی هست و این نوار وجود دارد که مقصود ابراهیموف اینجاش خیلی کلان از اینجا تا پایان و قفس سینه و یک کارت دیگه برای گردن و تقریبا 5 کارت میخورد و این نوار در سامانه‌های مجازی هست. شما میتونید این نوار رو پیدا کنید و ببینید که واقعا جنایت بین المللی آشکار روشن میگیره. البته در اون زمان ما به سازمان‌های بین المللی مراجعت نکردیم و این کار رو هم توانایی‌اش رو نداشتیم، به خاطر که ما در راه مبارزه و در راه مخالفت با حکومت‌ها این قدم‌های اولی ما بود و تجربه سیاسی و علمی سیاسی و چندین چیزهای دیگه که باید انجام میدادیم نداشتیم. البته قضیه‌ای که در مقصود ابراهیم رخ داد بعد از سالها به سازمان ملل برده رسانیده شد و پروندهش که به تاجیکستان دزدیده برده شد وقتی که ناپدید گشت، پروندهش رسید یک پرونده سیاسی معرفی کرده شد از جانب سازمان ملل متحد و علاوه بر این از تاجیکستان برها درخواست کردند که این فعال سیاسی و مخالف تاجیک را آزاد کنند. ولی به هر صورت حکومت رحمانوف شما میفهمید که قضیه را اهمیت نمیدید و سازمان ملل و تقاضای سازمان و طلب‌های شرکت و سازمان‌های حقوقی را اهمیت نمیدید، اما تلاشات دیرتر صورت گرفته بود. اول توسط هر کس بود، من رسما خودم دخالت داشتم و تمام موادهایی که راجع مقصود ابراهیموف بود، من این موادها رو با اشخاصی که این کارها را کردن خودشون عین حال این قضیه را شاید گوش کنند و بدونن من واقعا کوشش کردم تا جایی که در دست من بود این قضیه را با اونها برسونم و حوزه هم عین حال این تلاش‌ها را کرده شدم. اما قضیه روشنیش میشه در اینجا گفت که یعنی تمامی چیزهایی که یک جنایت بین المللی از جانب سازمان‌های بین المللی و کشورهای ابوالقدرت معرفی کرده شود حکومت و یک تحریم یا اینی که یک برادر مرا میشنوید در سامانه، به نظر من فکر کنم اینترنت من مشکل پیدا کرد، یک جنایت بین المللی معرفی کرده بشود و برای حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف یک تحریم یا اینکه به اصطلاح روسی سانکسیا کرده بشود، این کار در دست ما موجود است، یعنی وجود داشته است
ما میتوانیم این چیز را معرفی کنیم و در گذشته همطوری گفتم سازمان ملل سیاسی بودن قضیه را الکی آشکار کرده است که این زندان سیاسی است. فقط کارهای بیشتر وجود دارد که باید ما انجام بدیم و من از این پس انشالله برای شما وعده میدیم که در این قضیه در این کار فعالیت خواهیم کرد و تلاش و کوشش میکنیم که این کار به سازمان ملل متحد و به دادگاه بین المللی و دیگر تشکیلات های حقوق بشر کشانیده شود و حقوق مبارزان و حقوق فعالان سیاسی و کسانی که واقعا در این راه مبارزه جانفدایی کردن و در اینجا چه زخمی شدن و یا چه کشته شدن و یا این چه دزدیده به تاجیکستان برده زندان کرده شدن گرفته شود از دست ظالم. البته برای من اخبارهای رسید که انسانهای از نام این اشخاص الکی فوندهای و یا چیزهای دریافت کردن برای درخواست این به سازمان ملل گرفتن، اما حالا قضیه بعدا ما برمیگردیم، ولی من انشالله امینین از این پس برای شما وعده میدیم که این قضیه را یک جنایت بین المللی است تلاش کنیم و کوشش کنیم پیش ببریم. یعنی برای شما میتوانیم در اینجا واضح و روشن بگیم برادران و هموطنان گرامی که قضیه که در حکومت رحمانوف در جنایت‌های بین المللی دست دارد و دست داشت الکی می شود گفت که از اون زمانی که آشکارا مقصود ابراهیموف تصویر کشید، یعنی ویدیو کرد تمام بدنش رو الکی آشکار شد و سپس دزدیدن به تاجیکستان بردنش این مواد سازمان ملل متحد که چاپ کرده است که این یک زندان سیاسی است و غیر قانونی بر راههای غیر قانونی به تاجیکستان برده شده است وجود دارد، الکی از اینجا آغاز یافتگی است. برای همین ما این تلاش ها را خواهیم کرد و برای آینده انشالله کوشش میکنیم که این جنایت به جای لازمه برسد و تلاش ها کوشش ها را خواهیم کرد. خب برمیگردیم به قضیه های بعدی که در اینجا اتفاق افتاد. برادران، بعد از اینکه که قضیه مقصود ابراهیموف انجام یافت در روند همین زمانی 2014 تا 2015 حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف درخواست کرد از جوانان برای ایوی تاجیکستان که با حرکت سیاسی گروهی بسیار همزمان کار میکردن تلاش های زیاد صورت گرفت که چندین این جوانها دستگیر کرده بشوند. حتی یادم هست که بار اول عبدالرحیم واسع یکی از فعالان همین سازمان واقعا در شهر مسکو بسیار دعوتگر قوی بودند در نزد مسجد پرسپک میر. اگر که شما از راهی مبارزان همین نوارها را نگاه کنید در نزد پرسپک میر برادر ما احسان اودینایف در کجای باشن خداوند نگهبان شو باشد اگر زنده باشن الله متعال را حفظ نماید. در کنار همون پلیتک تجه بدرویه در همونجا نوارهای برادر عبدالرحیم واسع هست و شما این برادر نوارهایش رو تماشا کنید. این برادر واقعا یک دعوتگر خیلی قوی ما بود و علاوه بر اینکه در زیلای نوی تاجیکستان بسیار تلاش و کوشش میکرد، دعوت قوی میکرد و علاوه بر این روزهای جمعه میومد در نزد مسجد پرسپک میر مردم رو واقعا دعوت گرم و نرم میکرد و مردم در اینجا جلب میشیدن. بار اول آغاز شد که عبدالرحیم واسع یعنی یک از اشخاص اولینی بود که از سازمان جوانان برای ایوی تاجیکستان در مسکو دستگیر کرده شد و وقتی که من اینجا مراجعت کردم با راهبر جوانان برای ایوی تاجیکستان مقصود ابراهیموف، من گفتم که باید ما تمام تلاش ها را کنیم، چون در اون وقت ادعاها بود که روس‌ها برای ما کمک میکنن و ما را دستگیری میکنن، حرکت ما را به رسمیت میشناسن و ما میتوانیم در یک فعالیت‌های سیاسی داشته باشیم. البته اینها در ناخونک بدن، ولی قول‌ها و وعده‌ها بود، چون ما در قدم‌های اول در سیاست مونده بودیم. این نقطه ها را خیلی عمیق یا اینکه چقدر فکر نمی‌کردیم بلاشان ما باوری داشتیم، اعتماد داشتیم که خب کارهای صورت میگیرد، ولی البته قضیه ها هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی وقتی که من مقصود ابراهیموف این حرف زدم گفتم باید تلاش کنیم که این برادر ما آزاد کرده شد. مقصود ابراهیموف بعد از یک روز این قضیه با پیش من آمد و با من صحبت کرد و گفت که قضیه عبدالرحیم واسع به من این طور بیان کرده شد که عبدالرحیم واسع بوز حکومت تاجیکستان است. مقامات روسی همین گپ میگن و میگویند که ما با این طریق
بین شما رو از بزها چیکار میکنیم؟ تازه میکنیم. من در اینجا تحلیل کردم که آیا واقعا همین انسان میتواند، یعنی چیزی باشد که اونها میگن، یعنی با حکومت تاجیکستان و جاسوس حکومت تاجیکستان در بین مخالفان باشد. وقتی که تحلیل کردم و با مقصود ابراهیمی و دیگه برادران صحبت کردن، در اینجا دیدم که واقعیت چنین نیست. بعد با برادر مقصود ابراهیمی گفتم که برادر، اگر که ما عین حال با حکومت روسیه اجازت بدیم که با همین اتهامایی که به ما میزنن، اگر بز باشد، هر کاری که باشد، باید ما او را بگیم که آزادش کنن. اگر با ما همکاری میکنن، در اینجا نشان میدن که این همکاری است، او را آزاد بکنن و هر کاری هست ما خودمون آماده هستیم با او صحبت کنیم و از صفمون بیرونش کنیم و یا کارهای دیگری را انجام بدیم، ولی هیچ وقت اجازت ندیم که اون دستگیر کرده بشه، چون این آغاز کاری دستگیر کردن مخالفانی که نو برآمدن جوانان در فدراسیون روسیه شروع می شود. خب دیگر شاید به من در اونجا باوری اعتماد نشد و این حرف من شنیده نشد، ولی البته متاسفانه شنیده نشد. خب مقصود ابراهیموف که آزاد شد از زندان، شاید این حرفای مرا تصدیق کند و یا اینکه اون جوانانی که اون زمان در همون ملاقات ما بودن من این حرف زدم، شاید صادقانه اگر هر کسیش برادرانه این حرف بزند این حرف رو تصدیق کند. این حرف موجود بود، ولی همون حرفی من آغاز یافت، همون حرف من واقعا درست برآمد. بعد از یک مدتی خیلی کوتاه آغاز شد دستگیر کردن. بعد سلیمان جوبی رو دستگیر کردن، بعد گشتن آیت الله رو دستگیر کردن، بعد گشتن فیروز رو دستگیر کردن، بعد با نام عبدالرحمن غرمی شناخته میشد. شعر میخون، حالا مشهور است، ویدیوش در همین کانال من بزنید، شاعر درباره امام علی خوندگی است، در زندان تاجیکستان است، ویدیوش موجود است. اونها دستگیر کردن آغاز شد. خلاصه که دیگر همه را بردن دستگیر کردن و بعد از او دیگر اومدن به مقصود ابراهیموف حمله کردن، مقصود رو کار زدن، چند بار دعوت کردن، منم بنده را چند بار دعوت کردن و مخصوصا همون روزی که مقصود ابراهیموف رو کار زدن، من با محمد صابر عبدالقهار در ماشین من سوار شدیم، رفتیم به همون جای حادثه و جای حادثه دیدیم که در اونجا الکی یوری تعجیلی اومدگی مقصود ابراهیموف به بیمارستان برده است و ما در اونجا زدیم که کدام بیمارستان بیشتر نزدیک است و میبرم و جای بیمارستانی که مقصود ابراهیموف برده بودن ما اونجا رو پیدا کردیم و اومدیم در اون بیمارستان. شب بود دیگه، ساعت 12 شب بود، ما در بیمارستان موندیم تا ساعت‌های 8:30 صبح تقریبا ما رو در همون بیمارستان ایستادیم و اجازت ندادن، گفتیم تا مقصود ابراهیموف هشش در سرش نزنه با ما صحبت نکند ما امین ساختمان را ترک نمیکنیم، اگر هر کاری میکنیم ما ترک نمیکنیم. البته وقتی که مقصود ابراهیموف ساعت‌های چندی بود، من نظرم 8 بود 9 بود به نظرم اشتباه نکنم، هوشش در سرش زد و با ما صحبت کرد البته و ما خوشحال شدیم که این برادر با ما صحبت کرد و در همین روند پلیس اومد و ما را دستگیر کرد. بار اول بود که ما را پلیس میاد دستگیر میکنه و ما را به یک اداره پلیس بردن، منو محمد صابر عبدالقهار، و در اون اداره پلیس ما مدت وقت گذروندیم، زیاده از 5 ساعت ما را نگاه داشتن. البته در اونجا یک گنرال بود اگر اشتباه نکنم، بسیار مقامات قدرتی بزرگ اومده بودن و چون این قضیه تروریستی بود و ما میدونستیم که البته آدمای بزرگ میاد در اونجا سوال جواب میکنن، اونها میخواستن ما را با این تهمت کنن که گویا ما آمده مقصود ابراهیموف را قتل کنیم. شما ببینید و اونها میخواستن ما را با این کار تهمت کنن که خدا را شکر مقصود ابراهیموف خشش در سرش زد و او تصدیق کرد که اینا نزدیکترین آدمای منن و اینا رو آزاد کنید. بعد ما را بر همین اساسی که مقصود ابراهیموف حرف زد ما را از زندان بعد از 5 ساعت آزاد کردن. ولی در روند همین 5 ساعت چه تهدیدهای و چه تحقیرهای نسبت ما صورت گرفت. حتی من یادم هست که بار اول ما را گفتم خیلی خیلی بسته صورت بگیرید، این طور بسته باشون معامله کردیم، از اول بدون ادوکات قطعشون صحبت کردیم، چون هیچ جرمی نکرده بودیم. اما همون گنرالش یک نمود به اصطلاح روس ازدواج یا که مسخره خواست کرد که ما را گفت که یک دیگر تقچاق کنه و صورت بگیره، که در اینجا بعد من در پرینسیپ رفتم گفتم که دیگر ما با شما به هیچ وجه صحبت نمیکنیم بدون ادوکات. یک نقطه دیگر هم قدر زورا کردن، این 2 ساعت کار 2 ساعت بعد از دستگیر شدن ما همین قضیه صورتگیری شروع شده بود. دیگر 3 ساعت ما دیگر همونجا ما را نگاه داشتن. من گفتم بدون ادوکات ما صحبت نمیکنیم و بعد از
5 ساعت دیدن که ما صحبت نمیکنیم، ادوکات نآوردن ولی ما را آزاد کردن. ما بود ایبورا اومدیم با همون نزد بیمارستان و موفق شدیم که با یک تلفن بود، به نظر میاد دمافون بود اگر اشتباه نکنم، ولی محمد صابر اگر که یادم بدوزد، من یادم دقیقاً نیست، یا صحبت کردیم یا برامون رسوندن، دقیقاً یادم نیست که مقصود ابراهیم مفساز است. 100% شما میتونید برای استراحت کنید. بعد من محمد صابر را بردم در خونش پرداختم و من اومدم در خونه استراحت کردیم و بعد از یک روز من بازم موفق شدیم دیمورا داخل بیمارستان شوم و از مقصود ابراهیموف دیدن کنیم و این صورت‌ها در سامانه فیسبوکی منم هستن. خب قضیه اینجاست که یعنی این ملیسه ها واقعا نشان دادن که دستگیر کردن بعد از همون کار عبدالرحیم واسع آغاز یافته بود. یعنی اینا کاری کردن که تمام فعالان تاجیکی که در فدراسیون روسیه مبارزه را آغاز کردن علیه همین حکومت آغاز کردن و تمام همین اشخاصی که در فدراسیون روسیه زندان شدن، شما اسم ببرید کدامی از اینا عین حال در راه مبارزه هست، یا اینکه تو اون درجه که چارچوبش تنگ کردن که رفت در تاجیکستان بخشش پرسید حوزه در ذلت زندگی میکند، و یا اینه که استردادش کردن تاجیکستان عین حال در زندان است. تمامی همین اشخاص برگرفته از عبدالرحیم واسع، عبدالرحمن غرمی و دههای دیگرش، سلیمان جوبیروف، سیف الله و هزارها برادران دیگر. خب من صحبت ادامه میدیم. یک برادر پیوست شده است که ببینیم چی میگه و انشالله من بازم صحبت ادامه میدیم در این موضوع نقطه که ذکر کردم. برادر محمد رسول بفرمایید دوست گرامی. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خیلی خوشحال شده که شما افیر در برآمدین. زنده باشین برادر گرامی. حتما از این پس در کانال جوانان تاجیکستان من بخش مستقیم خود ادامه میدیم و انشالله که امیدوارم که بتوانیم یک مفاد به جامعه تاجیکستان و به مردم تاجیکستان بیاریم انشالله که انشالله. برادر تیمتون چی بود؟ من دیدم که افیر دست ریس که در اومدم دیگه. برادر عزیز در سامانه‌های مجازی علاقه نشر شد که برادر ما برابر حرکت سیاسی گروه 24 سهراب ظفر و نماینده این حرکت در ترکیه نسیم جان شریپوف عین حال در تاجیکستان قرار دارند. این اخبار در سامانه رادیوی آزادی، در سامانه حتی در گروه 24 هم با یک طرز مرموز نوشته شده است و علاوه بر این در ازلت تیوی و دیگر رسانه‌ها هم عین حال نشر شد که سهراب ظفر و نسیم جان شریپوف در تاجیکستانند و اونها را به کدوم راه به تاجیکستان بردن معلوم مشخص نیست. و این چیز در این موضوع صحبت داریم که جنایت بین المللی حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمان رو به جهان معرفی کنیم و کاری کنیم که بتوانیم با هم با یکدیگر با بچه‌ای که در اینجا هستن و ما رو تماشا میکنن اگر حقوق شناس هستند با من پیوست شوند. من شماره ام رو میگذارم و فیسبوک منم عبیدالله سیدی است. بیایم با هم همکاری کنیم و این قضیه را به سازمان‌های بین المللی و به نهادهای مربوطه و به کشورهای ابوالقدرت برسونیم که این جنایت از جانب حکومت دیکتاتوری امامعلی رحم‌الله با همکاری کشور ترکیه صورت گرفته است و این دو برادر ما و این فعال سیاسی تاجیک عین حال به قدم رو به تاجیکستان برده شدن، در تاجیکستان قرار دارند و تحت شکنجه و ظلم استبداد حکومت دیکتاتوری امامعلی رحم‌الله قرار دارند. یعنی من ان شاءالله که امیدوارم که برادران هستن پیوست میشوند با ما همکاری میکنند در این قضیه و بتوانیم این قضیه رو با دادگاه‌های بین المللی و با سازمان‌های بین المللی برده رسانیم ان شاءالله. خب ما فکر خدمت میگم. بفرمایید برادر. فکر ما میگه که یو چند سال شد همه فکر میکنیم که پشت همین کار بار بدن همه مقامات ترکیه که مقامات ترکیه هم دست دارد مقصد رو برده شدن سهراب ظفر در نسیم جان در فکر میکنم کلی کلان داده. در این شکی نیست که اونو دست دارن. چگونه شما ببینید یک کشور از خود مرز دارد، نه گرد اطرافش بسته است و در خود حاکمیت دارد. ترکیه کشور ابوالقدرت است، ترکیه کشور خرد نیست. مثلا شما فکر کنید شما خانه دارید، درست؟ و در همون داخل خانه شما مثلا در شما بسته است و یک انسان در خانه شما بیاد یک چیز از خانه شما بزیده بگیره ببرد. این کار ساده است مگر قلف شما را بشکند، نه؟ و برای این کار کردن این کار شما
چیکار میکنه؟ البته که حتما برای اون دزد این کار کردن تلاش میکنید، کوشش میکنید، دیپلمات را براش معن میکنید، تمام کارا رو انجام میدید که اونو چیکار کنن، اون چیز شما را بر بگردونن. ترکیه یک کشور ابوالقدرت است. وقتی که این حالات رخ میتید در شکی نیست که او باید تمام تلاش را بکند و اشکار کند که از داخل ترکیه غیر قانونی نور دزدیدن و حد امکان تحریم یا اینکه همون سانکسیون به استیلای روسی و چندین کارهای دیگر انجام بدهید. و چطور از داخل خونه یک کسی میان میبرن تو کار نمیکنی و تو میگویی که من نمیدونم با کدام مثلا ترکیه مگر با تاجیکستان مرز دارد؟ با کدام راه بردگیان؟ ترکیه در این طرف دنیا، تاجیکستان در اون طرف. ترکیه در اروپا است، نیمش در اون از ترکیه طریق ایران، طریق افغانستان همون خیلی بد بردگیان، یعنی با چند دولت قاچاقی یا اینکه طریق هواپیما سر پیچون کرده یک دورو زدگی بردگیان. من فکر امیر میکنم با طرزی هواپیما فکر میکنم که همون باز گفتی که گفته شما که شاید اوکا باشن هم خیلی شاید که خداوند خودش میدونه. خواهی بیا با هم نگاه کنین در حرکت سیاسی گروه 24 راجع به همین قضیه چی نوشتن. ما همین مطلب گروه 24 یک بار نگاه کنیم. در همینجا چند نقطه نوشته از گرچه سبب پشت نوشته شدگی نیست، یعنی دلایلی که کی این حرفا را زدگی است و از کجا این مطلب به دستی بچه‌ها رسیدگی است. اگرچه منم تاریخ گفتم، من چند روزی نیستم این قضیه را نمیدونم، ولی بیا این چیزا دقیق‌تر ببینیم. در اینجا اینا چی میگن؟ میگن صبح 23 فوریه سال روان در ترکیه یک حادثه دهشتبار رخ داد. نسیم جان شریف بود یک از چهره‌های شناخته حرکت گروه 24 ناگهان ناپدید شد. این ناپدید شوی یک جزء نقشه با حشمت امنیتی رژیم تاجیکستان بود که با یگان پروای انسانی و بدون رعایت قاعده‌های حقوقی بین المللی این شخص زیر حمایه سازمان ملل متحد را ربوده بعد از 22 روز به درک بودنش روز 16 مارس رو به تاجیکستان استرداد کردند. حالا اینجا دیدین کلمه استرداد به کار برده شده است. البته اینجا می شود درک کرد که یعنی این انسان رو به تاجیکستان استرداد کرده، یعنی نه اینکه یک کس رو همینطور گرفتگی بردگیان بیکار، بلکه استرداد کردگیان. چون این عملکرد وحشیانه نشان میدهد که تا کدام درجه این رژیم برای خاموش کردن صداهای مخالفان خود آماده است. در اینجا البته اگر مطلب رو من می نویستم تغییر می دادم، چون زیرا اینجا فقط یک رژیم تاجیکستان نیست، باید رژیم ها را داخل کنیم، چون رژیم ترکیه در این کار دست دارد. خب علاوه بر این در اینجا بازم نوشته است که دهم مارس وقتی که جهان هنوز از سرنوشت نسیم جان خبر نداشت، سهراب ظفر رهبر حرکت سیاسی گروه 24 نیز با همین سرنوشت گرفتار شد. اون نیز در ترکیه که با گفت حکومت آن باید کفالت امنیتی و عدالت را در نظر داشته باشد، اما متاسفانه ناپدید گردید. بعد از چند روز پر از ناامیدی معلوم شد که او هم مثل نسیم جان با همدستی استخبارات ترکیه به دست امنیت تاجیکستان سپرده شده است. یعنی این قضیه را شما اگر نگاه کنیم، یعنی با متاسفانه در گروه سرخ کردهش نمیشه، اگر میشکای ما را شما در اینترنت ببینید با هم در استخبارات ترکیه به تاجیکستان استرداد شده است. خب البته یعنی در اینجا من طوری گفتم چی نشر گفته درباره اونی که آیا این معلومات چگونه به دست بچه‌ها رسیدگی است در اینجا ذکر شدگی نیست، اما قضیه یک تعداد یک طرف در حرکت سیاسی گروه 24 قبل از اونی که در سامانه رادیوی آزادی نشر شدگی بود. البته من نمیفهمم رادیوی آزادی و یا دیگر رسانه‌های تاجیکستان چرا این مطلب رو اهمیت ندادن. شاید فعالان حرکت سیاسی گروه 24 در این کار تلاش و کوشش نکردند که با جامعه شهروندی برسانند که این قضیه در تمام میجا نشر شود، تا زمانی که خود رادیوی آزادی از سازمان ملل متحد از دادستان کل تاجیکستان این خبر رو به دست نیاورد، این قضیه را نشر نکرد و این چون علاوه بر این حتی در همین قضیه در سامانه رادیوی آزادی حتی نشر شدنی همین مطلبی که در گروه 24 پیشکی نشر شدگی است ذکر شدگی نیست که این خبر قبلا در گروه 24 علیه نشر شدگی است. حالا به هر حال در ازده تیوی هم نیست همین حرف نشر شدگی است، در حالی که یگان نقطه در اینجا از این مطلبی که نشر شدگی است ذکر کرده نشده است، در حالی که ازده تیوی میتواند از سامانه
گروه بسیار استفاده کند و این معلومات از سامانه گروه به دست بیارد. به همین خاطر اونجا هم که ذکر کردم استخبارات کشور ترکیه در اینجا دست دارد. من مطلب‌های دیگری را در گذشته گفتم که حتی بچه‌هایی که در ترکیه تلاش و کوشش میکنن برای پیدا کردن برادر سهراب ظفر و نسیم جون شریپوف، اینها از جانب همین حکومت تهدید کرده شدن. از این دیدگاه می شود گفت که این حکومت این کشور شک نیست که در قضیه برادرها دست داشت و بدون حمایت کشور ترکیه و دست کشور ترکیه مقامات فروخته اون کشور، خب شاید که همه مقامات در اونجا دست نداشته باشه، خب مقامات فروخته شده این کار صورت گرفت از برادر عزیز. خب های چی گفتنیم بازی ما ای دستی ما چی میاد میتونم یگان یاردم کرده یا اینکه اوجه دیر شد؟ ببینید وقتی که یک جنایت بین المللی صورت میگیرد و قضیه اونها باید با طور حقوقی پیش برده شود. ما عین حال میدونیم که برادرها زنده اند و در تاجیکستان اند، یعنی الحمدلله حد امکان که زنده هستند، چون حکومت فروخته شده حکومت دیکتاتوری امالی رحمان با قضیه احسان اودینایف اگر بشناسینش یک جوان فعالی گروه 24 بسیار فعال بودن در سال 2014. بله او پدرش نامش چی بود؟ وایسدین اودینایف. بله این فعال جامعه شهروندی و عضو گروه 24 که واقعا پیش از عمر علی قوت با دیگر حزبا کار میکردن، وقتی عمر علی قوت به شهر مسکو اومدن، وقتی خریزمی عمر علی قوت و صداقت عمر علی قوت را در این راه دیدن، واقعا یعنی با محبت با این انسان پیوسته بود، با تمامی تواناییش یک جوانی 20 ساله فکر کنم 19 بود تقریبا همون زمان با همون نیرو اونقدر نیروی قوی در مقابل همین حکومت مبارزه میبرد و تمام کارهای حاج عمر علی قوت همین انسان انجام میداد. به حد مبارزه قوی و چندین سایت های همین حکومت دیکتاتوری امالی رحمان رو در تاجیکستان شکستگی است. بسیار کارهای مفید، کارهای زیاد انجام دادگی است این انسان. همین انسان سال 2015 در شهر سنت پترزبورگ ناپدید گشت و عین حال ما نمیدونیم در کجا قرار دارد. بر همین اساس فکر کنین امکان دارد که همین انسان به قتل رسانیده باشد، امکان دارد که در کجا بودن قمع کرده باشند، زندان کرده باشند. حالا هر اتفاقی که با همین برادر ما و نزدیک من این برادر چند روز در خونه من در یک خونه زندگی میکردم که در مسکو خونه‌ای هستن که گردش ریشوتکا داره رست است کو اخرانیک دارد محافظ دارد نمیمونن داخل بیاین. من در خیلی خونه زندگی میکردم، من چند روز در خونه این انسان رو بجا کرده بودم و بعد از اون که من طرف اروپا اومدم و او رفت طرف سنت پترزبورگ و دیگه از سنت پترزبورگ نپدید گشت. خب دیگه به هر صورت این قضیه نشان میدهد که حد امکان جای بود و باشت همونو معلوم شدن شو علاقه میشه خب دیگه خدا رو که زندان حالا دیگه تحت فشار و ظلم و ستم و هر راهی که قرار دارن همین که زنده هستن این خودش میشود گفت که الحمدلله. ولی کاری ما چی است در اینجا؟ کاری ما در اینجا دیگر به حقوقی برمیگرده، به خاطر که ما دیگر اونها از تاجیکستان نجات دادن نمیتوانیم. باز ما فقط میتوانیم که بالای کشور ترکیه که یک قضیه واقعی رخ داده است علیه تاجیکستان این چیزا به رسمیت معرفی کرد و این انسان ها هر داشت تحت حمایت سازمان ملل بودن. این چیز خیلی مهم است. یعنی ببینید نسیم جون شریپوف بگیم که پناهندگی سیاسی رو در کشور ترکیه به دست داشت. وقتی که تو زیر حمایت سازمان ملل اسناد داری و هیچ کشوری در حق استرداد ندارد، بر اساس همین ما کارهای حقوقی انجام داده میتونه. ما به سازمان‌های مللی به دادگاه‌های بین المللی مراجعت میکنیم و این قضیه رو در اونجا برده میرسونیم. از این طریق ما میتوانیم که ترکیه بالای ترکیه فشار بیاریم و ترکیه شاید بالای تاجیکستان فشار بیارد اینها رو برگردونند. اگر ترکیه بخواهد همین طوری که روسیه فشار آورد برای حکومت تاجیکستان شرافدین گدایف برگردوندن، همین طریق میشود بالای ترکیه فشار آورد که چیکار کنن ترکیه اونها رو از تاجیکستان بیارد. مثلا من مثال میزنم، وقتی که شرافدین گدایف از فدراسیون روسیه ناپدید گشت و در تاجیکستان پیدا شد، در اینجا چگونه بازگشت شرافدین گدایف صورت گرفت؟ بازگشت شرافدین گدایف در حال صورت گرفت که ویزای فدراسیون روسیه را داشت. وقتی که پناهندگی سیاسی بین المللی تحت سازمان ملل را داشت،
اینها بر روسیه فشار آوردن که خیلی به یک انسان ویزا میتی و از کشور ایتن ناپدید میشه در تاجیکستان پیدا میشه. این کار غیر قانونی است و خود زیری ضد سازمان‌های بین المللی میره و روسیه تاجیکستان رو فشار آورد و تاجیکستان مجبور شد که شرایط گدای فچکار کند این باره به کشور آلمان و اونجا که در کشور هلند بود و اونجا برگرداند. بر همین اساس می شود گفت که امکانات وجود دارد، هیچ وقت نمی شود از امید دور شد، به امید شد اما ناامید شد، اما کارش سخت است، کار زیاد میخواد. برای همین اساس میگیم که اگر حقوق شناسان وجود داشته باشند برای همکاری در همین قضیه، من آماده ام با ایشان همکاری کنم و تلاش و کوشش کنیم که تمامی کارها را در سمت یافتن و بهبود سازی همین قضیه که بتوانیم این دو برادر نجات بدیم کار کنیم. این امکان دارد، چرا نه؟ هر کار عملی میشدنش ممکن است. اگر برادرها در سامانه یوتیوب و فیسبوک صدای ما می رود، لطفا یک بار یک کامنتاری بنویسید من ببینیم صدای من و چهره من، چون من این مشکلات اینترنتی دارم و این قضیه برای من صداتونم چی عکستونم خود طریق استریم میدروی این طریق شاید شنیده شد ولی یوتیوب و فیسبوک فرق میکنن. و علاوه بر این برادرها اگر که لطف کنید کانال ما در ابونه شوید و علاوه بر این لایک بزنید، به خاطر که کانال جوانان برای یوی تاجیکستان فقط هیچ وقتی لایو نداشت. من هیچ وقتی در اینجا لایو نمی رفتم چون من در حرکت سیاسی گروه بشور در گروه 24 در یوتیوب اون همیشه پخش مستقیم بودم، اگرچه مشکلات ها بود دیگر بچه‌ها کانال باز کردن از اونجا جدا شدن، ولی من با تمام دندونام ایستادم در اونجا با اون در اون کانال مبارزه بردم، همیشه پخش مستقیم رفتم ولی در اینجا هیچ فعالیتی نکردم. از این سبب کانال من متاسفانه کمک بیننده‌اش کمتر است و ابونه‌چیش کمتر است، ولی من امیدوارم که از این پس دیگر ما در همین دو سامانه‌ای که به ما تعلق دارد، یعنی بر همین بخری من تعلق دارد، جوانان تاجیکستان یا اینکه یاست تاجیکستان در یوتیوب و یاست تاجیکستان در فیسبوک، من به همین دو کانال مبارزه میبرم و در پخش مستقیم میام و امیدوارم که در آینده ما و شما بتوانیم برنامه جالبی داشته باشیم. و علاوه بر این من از برادرها دعوت میکنم که برای همکاری کردن، چون این کانال به نام من نیست، به نام جوانان تاجیکستان است، من از همه جوانان طلب میکنم و درخواست میکنم که برادرها بیاین با هم ان شاء الله همینیم که این استودیو برای شما هست و در خدمت شما قرار خواهد گرفت و مبارزه رو با هم در این استودیو پیش خواهیم برد و من امیدوارم که ان شاء الله که پیوست میشوین و نوارها میکنین. من آماده ام که استودیو را برای پخش مستقیم در روز خدمت شما قرار بدیم برای بعد از یک تشخیصی که البته تبریز سخنرانی و شعورناکی و تفکرتون اگر برای اون جالب باشد من البته این کار حتما میکنم و لطفا از شما میکنیم که دوستان پیگیری کنین، دستگیری کنین و من انشالله که وعده میتونیم برنامه ها کوشش میکنیم که هم زودتر و خوبتر و در صفت بلوتر صورت بگیرد. بفرمایید اگر برادر دیگر چیز دیگه گفتنی باشه. یه چیزی گفتنی نبودم، من میخواستم هم شنیدن حقیقتتون کمتر صحبت کردن، خیلی از صحبت هم کردم ان که با درس خودتون میبریم برنامه را و بر اگه شما دنه همو آدمایی که تماشا میکنن برادرایی که ذوق حواس دارن مبارزه ده همو ده کمتر اگر اجازت بتین یک دیسه سخن کنم. نفهم یه بارگه بگیم برادر، من اینجا یک چیز خونده بودم کامنتاری میگم برادرایی که چه ذوق حواس دارن مبارزه ده کم برای همو یک دیسه سخن کنم اگر اجازت بتین. بفرمایید برادر، مرحمت، در خدمت شماست برادر. برادرانی که اوزی مرا شنیده استین شما یک همچون یک برادر مبارزتون خواهش میکنم بگیرین همی کانال یا دستگیری کنین، لایک بزنین، با برادرانتون روان کنین. خیلی انشالله که این اکه بایدلورم در مبارزه هستن، خواهم بود و میستن. کانال این برادر دستگیری کنیم بخیزه کمتر پتپیش کش انشالله که با فایده خودمون آی. همون خواه گفتنی میدم اکه بایدلو صداتون نیست. تشکر برادر قندم، زنده باشی و انشالله که ابونه شوین، دستگیری کنین، پدیلیسه کنین و انشالله من
کوشش تلاش میکنم که همون چارچوب انسانی و دایره اخلاق و هیچ وقت به منفعت هیچ شخص، به منفعت هیچ کشور، به منفعت هیچ نفر کار نکنم و فقط برای مردم تاجیکستان و آینده تاجیکستان و هر جایی را که در اونجا البته اگر مشکلات پیش اومد و در جایی که من پیش پام در مشکلی اومد انشالله که به مردم و ملت تاجیک اون را میرسونم و مبارزه خود را با صادقانه پیش میبرم. من وعده رو سال 2014 در جمع برادران دادم و امروز نزدیکترین برادران من و نزدیکترین دوستان من دستگیر شدن و در تاجیکستان در زیر ظلم و ستم حکومت دیکتاتوری قرار دارند. البته هیچ وقت و هیچ ثانیه انسان نمیتواند خفاشینی کند، اگرچه شاید مشکلات ها و دیدگاه های گوناگون بین برادرها وجود داشته باشد، من این را میپذیرم. البته در همه جای دیدگاه های نظر مختلف وجود دارد، ولی من صداقت در راه و مخصوصا در راه مبارزه و وعده و قولی که با اون برادران دادیم و دست دادیم من هیچ وقت از آن دست نخواهم کشید و انشالله همینین که و هیچ وقت با اختیار خودم به جایی که در اونجا ظلم و ستم باشد نمیروم و هر زوراوری که در هر جایی باشد در مقابلش قرار خواهم گرفت و هدف من آزادی، هدف من یک جامعه سالم، هدف من برابری، شایسته سالاری و این هاست و من بر اساس این مبارزه میبرم. من هیچ وقت در مقابل کسی که به خاطر این ارزش‌ها مبارزه میبرد مرا نخواهید دید و من هر جای هر مبارزه رو که ببینم که به خاطر شایسته سالاری و برابری مبارزه میبرد دستش رو میفشارم و بوسه میکنم و من قربانی چنین فرزندان ملت میشوم که بتوانند نقطه ضعف این ملت را اصلاح کرده و پیش بروند. من آماده پذیرایش هر اشتباهی که وجود دارد هستم و اون رو میپذیرم. باز هم برای بهتر ساختن اندیشه و فکر و اخلاق و همه این چیزی که در وجود من هست، در توانایی من هست، آماده ام و کوشش میکنم که تغییر بیاورم و برای آینده این ملت و این کشور خدمت کنم. البته شاید توانایی ما اون درجه نباشد که بعضی از بزرگان قوم، بعضی از بزرگان ملت تاجیک دارند، ولی تو قدری توانمندی خود، تو قدری این چیزی که ما در وجودمون داریم در خدمت ملت، در خدمت مردم قرار خواهیم داد. ما هیچ وقت در مقابل اون قرار نخواهیم گرفت. زنده و سلامت باشند از برادرانی که نمره واتساپ مرا پرسیدن. حتما برادران من نمره واتساپم رو در اینجا حتما میگذارم و ان شاءالله که براتون چی میگم. ولی دوستان گرامی زنگ نزنید، من واتساپ پیوست کرده عین حال نمیتونم، ولی وعده میتیم که کوشش میکنم که همون دستگاهی که واتساپ و تلگرام رو برای برنامه پیوست میکنه در کوتاه‌ترین فرصت خریداری کنم، چون من در استودیو همون دستگاه رو عین حال ندارم و حتما در بعد از خریدن من به این دستگاه پیوست میشم. بفرمایید برادر. منم یک برادر زنگ زدن، یک کوتاه جواب بدیم. شما صحبت کنیم برادر. برادر محمد رسول هستین برادر؟ خب بخشش برادر، بخشش خیلی عذر که خب به نظر من حالا این زنگ مرا زنگ زدن، خیلی عذر برادر. در سمونه این نمیفهم که چرا ایمیج چسبه. خب not now. بخشش برادر من در پخش مستقیم زنگ میزنم ان شاء الله. عذر زیاد برادران عزیز، خیلی عذر. برادرها زنگ زدن و من مجبور شدم که در زنگی برادر، چون دو بار زنگ میزنه، خیلی برادرها متاسفانه برنامه رو شاید تماشا ندارن، از دیدی زیاد زنگ میزنه. این شماره من است، من میتونید برای این شماره من یعنی واتساپ دارم، در این شماره واتساپ من اگر حرفای گفتنی باشه و بخواید با من تماس بگیرید، من از این پس تماس رو با مردم و با جوانان ان شاء الله که شروع میکنم و شما میتونید توسط این شماره واتساپ من یا تلگرام من زنگ بزنید و حتما من در خدمت شما خواهم بود و با شما الویده صحبت‌های خواهم کرد و ان شاء الله که کوشش تلاش میکنیم که بتوانیم همون برنامه ها رو با هم
پیش ببریم و من آماده اون هستم که با تمام مردم و ملت توجیک همکاری کنم انشالله در هر ساحه و در هر جایی که هست انشالله که کار میکنم. من همین لینک در چندین بچه‌ها بپرتونیم برای پیوست شدن انشالله کوشش میکنیم که در آینده حتما با برادرها شریک باشیم. خب دوستان عزیز، ما میگذاریم به اصلی مطلبی که ما در امروز در بخش مستقیم قرار داریم و همون روندی که پیش از این برادر ما پیوست شدنش صحبت داشتیم در موضوع استرداد و جنایت‌های بین المللی حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف که اخیرا جنایتش این را بودنی دو مخالفی حکومتش بود. در این قضیه صحبت داشتیم و ادامه ای را انشالله صحبت میکنیم. ما در جریان صحبتی مسکو بودیم که جنایتی امامعلی رحمانوف در شهر مسکو یا اینکه در فدراسیون روسیه که از سال 2002 شروع شده بود، ولی از همه جرایان بزرگی که جنایت کرد امامعلی رحمانوف سال 2014 بود 15 بود. 14 آغاز دستگیری تمامی برادر و حمله به مقصود ابراهیموف و سال 2015 بازم ادامه دستگیری کردن و دزدیدن مقصود ابراهیموف و تاجیکستان. حالا در سالهای گذشته شاید در یک سال یک نفر و در 2 سال یک نفر رو دستگیر میکردن و تاجیکستان میبردن، ولی قضیه تغییر پیدا کرد و سالهای 2018 اینجوری قضیه های دزدیدن و ربودن انسان ها و خیلی زیاد شد و مخصوصا با سال 2020 اینجوری دیگه رحمت جان محمد جان، برادر سلیمان جوبیروف، سیف الله و دهها برادرای دیگر مثل اوبا متزیمی برای تاجیکستان کو هم قضیدن دیگه بردن. یعنی خیلی براشون سوده شد و دزدیدن از فدراسیون روسیه براشون هیچ مشکلاتی به بیان نمی آورد. به این خاطر عین حال هم در فدراسیون روسیه حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف خیلی دستی بزرگی دارد و دراز دارد و از هر کجایی که بخواهد هر نفر را میگیرد و تاجیکستان استرداد میکند و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این جنایت در فدراسیون روسیه تا حال ادامه دارد، ولی جنایت دیگری بین المللی امامعلی رحمانوف در کشور غیر از فدراسیون روسیه آغاز یافته که یک از اون کشورها این ترکیه است. برادرها، اگر که شما قضیه برادر نسیم جان شریف و سهراب ظفر رو جنایت بین المللی بود، پیش از این هم حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف کارهای جنایتی که در کشور ترکیه کرده است. اولین جنایتش دستگیر کردن مرحوم راهبری قبلی حرکت سیاسی گروه بسیار عمرعلی قواتوف بودن، یک از نفرانی که سببگار بیدوری مردم تاجیک شد، سببگار بیدوری شخصی بنده و دهها مخالف دیگری که امروز در عرصه بین المللی میبینید. اون رو در سال 2015 در ماه مارس اگر اشتباه نکنم متاسفانه به شهادت رسوند، قتل کرد. این جنایت بعد از اون که زندانش کرد بود در سال 2015 او را آزاد کرد، در ماه فوریه بود به نظرم، و در ماه مارس الکی قتلش کرد. این خودش جنایت بین المللی و کشتن در خارج کشور بود. ولی که در فدراسیون روسیه حمله سوءقصد کرد، اگرچه موفق نشد، ولی همون کار رو در کجا در ترکیه موفق شد که حاج عمرعلی قواتوف را به شهادت برساند. ببینید ماه نوامبر سال 2014 در فدراسیون روسیه با راهبر جوانان برای احیای تاجیکستان حمله میکنن، سوءقصد میکنن، او را با 5 کار زخمی میکنن و 20 ینور این انسان را میدزدن تاجیکستان میبرن، در حالی که راهبری مرحوم عمرعلی قواتوف همون زمان در زندان بود، از جانب همین حکومت ترکیه دستگیر کرده شده بود. چرا؟ به خاطر که دفاع نکند، تلاش نکند که این برادر را نجات بدهد یا اینکه بیرون کند. غیر از این ماه مارس عمرعلی قواتوف را سوءقصد کرده موفق می شود به شهادت برساند در پیش 2 فرزند زیر سنش، فرزندانی که اولی کودک بودند. شما احساس کنید مثلا هر یک بیننده که این حال ما را تماشا میکند، شما یک بار در پوست خودتون، داخل خودتون همین خیلی تصور کنید که شما با زنتون و 2 فرزندتون یک جویه در راه می روید و یک انسان می آید در نزد زن و فرزندت چیکار میکند؟ تو را به قتل میرساند. و فرزندانی تو این
این حادثه را با چشمان خودشون چیکار میکنن؟ مشاهده میکنن، میبینن. همین قضیه را شما، این نواز من از بینندگان مورد تماشا دارن، من از شما سوال میکنم، آیا شما همین تصور را وقتی که میکنید چه احساس با وجودتون میآید؟ چه احساس میکنید وقتی که احساس میکنید که اینا برای ضد تو، اینا در همین جا در مقابل تو یک انسان با سلاح میآید و در پیش فرزندانت در کوچت را به شهادت میرساند و فرزندانی تو با زیر سین، یکش من نظرم 9 ساله بود، یکش 13 ساله بود، یا اینکه یکش 7 بود، یکش 11 بود، اگر حالا دقیق نمیدونم. به همین خاطر شما ببینید این قضیه خیلی قضیه مهم است. همه باید در داخل خودش احساس کند که این حکومت چه جنایتی صادر کرده است. یعنی امرالله قوات رو سال 2015 به شهادت میرسونه. این جنایتی بین المللی حکومت دیکتاتوری مومل رحمانوف غیر از فدرال، یعنی در خارج کشور غیر از فدراسیون روسیه بود، در ترکیه. این اولین جنایتی کشتار در کشور ترکیه از جانب قاتلان حکومت دیکتاتوری مومل رحمانوف از جانب اونها فرمان گرفتن و اومدن قتل کرد. خب جنایت دوم این دستگیر کردن برادرها و متهم کردن برادر ما سهراب ظفر به همین جنایت بود. سال 2015 وقتی که سوءقصد صورت گرفت و برادر ما سهراب ظفر در یک خانه با امرالله قواتوف بودن و حسین اشرف همون زمان در بری امرالله قواتوف قرار داشتن، وقتی که نور زهر میتین سهراب ظفر خانه رو ترک نمی کند و امرالله قواتوف خانه رو ترک میکنند، بیرون در درون امرالله قواتوف رو به شهادت میرسانند، چون اینا زهر خورده بودن، همون زهری که بدن انسان رو ضعیف میکند. بر اساس همین وقتی که اینا رو به قتل میرسانند، پلیس میاد با این بچه‌ها رو دستگیر میکند و قاتلی امرالله قواتوف، کسی که زهر کشته بود، سلیمان قیوموف، بله سلیمان قیوموف، او با پلیس میگه که من فرمان رو از کی گرفتگیم؟ فرمان رو از سهراب ظفر گرفتگیم، فرمان قتل رو از سهراب ظفر گرفتگیم. پلیس این کشور سهراب ظفر رو میبرد دستگیر میکند و چیکار میکند؟ چند روز زندان میکند، 3 روز به نظر من اگر اشتباه نکنم. این جنایت بود. بعد از اون او را باز میکند و باز از چند مدتی که دیگر برادر سهراب ظفر راهبر حرکت میشوند و دین بورا دستگیر میشن. در ترکیه چند مرتبه برادر ما سهراب ظفر دستگیر شده است، یک بار نه، چند مرتبه، ولی خوشبختانه دیگر آزاد چون کردن. ولی این بار یعنی 10 مارس متاسفانه حکومت دیکتاتوری مومل رحمانوف موفق شد جوی زندگی سهراب ظفر را با کمک استخبارات این کشور به دست بیارد و او را از خانه اش که به نظر مغازه بیرون بر اومده بود که درش بسته شدگی نبود، درش قلف هم نبود، به نظرم با همون یک کسی به نظرم دعوتش کرده بود بیرون و یا چی اتفاق افتاده بود، حالا ما این قضیه را نمیدونیم و کوشش میکنیم پیگیری کنیم. وقتی که بیرون میبروید، در بیرون به نظرم همون استخبارات منتظر است و این نفر رو دستگیر میکند و پرپیچون میبرد هر کجایی که میخواد و از اونجا تاجیکستان استرداد میکند. چون ما وقتی که آدم روان کردیم خانه سهراب ظفر رفتن، سهراب ظفر در خانهش باز بود و یک تلفن و کامپیوتر و دیگه لوازماتش در دستی در همون جای زندگیش قرار داره و هیچ اتفاق افتادگی نیست در داخل خانه، هیچ چیزی را گرفتگی نیست، فقط یک تلفن دستش. تمامی موادهایی که در نزد برادر سهراب بودن در همون خانه قرار داشتن، یگان چیزی را گرفتگی نبودن، فقط همونی که اومدن خودی همینه از بیرون برداشتگی. وقتی که در خانه سهراب ظفر باز بود، این چند معنا میتید که همین انسان خودش با پاهاش بیرون برمدگی است، شاید تا یک ما شلوپکه میگیم یا یک کفش معمولی تابستانی که کفش خانگی، و همین کفش بیرون برمدگی است، شاید چیزی را از دست کسی بگیرد و یا اینکه کسی فیراجش کردگی است اومده، یا اینکه شاید مغازه این نزدیک خونه زیر خونش رفته است یک چیز بگیره بالا بیاید
به همین خاطر در خانه اش را قلف نکرده است، حتی همون میرود پایان دیگه بولو بر نمیگردد، همونجا میبردارنش. یعنی این قضیه این طور صورت گرفت. از همین خاطر این وقتی که را دستگیر میکنن به تاجیکستان میبرند، این یک جنایتی بین المللی به شمار میرود. من امیدوارم که ما و شما با یکدیگر میتوانیم این کار رو انجام بدیم و ما دیدیم که در طول چند سال با تمام تلاش‌هایی که من کردم و هیچ اتفاقی در قضیه‌های مخصوصا و مرحله قواتوف که قضیه جنایت آشکاری حکومت دیکتاتوری عمری رحمانوف بود صورت نگرفت. ما موفق نشدیم، بگیم باید اقرار کنیم موفق نشدیم در شهادت مرحله قواتوف، در قتل مرحله قواتوف توسط حکومت دیکتاتوری عمری رحمانوف پیروز شیم و جای پیدا کنیم که کشورهای ابرقدرت و سازمان‌های بین المللی و خصوصا سازمان ملل چند تحریم یا به اصطلاح روسی چند سانکسیون در همین مورد به حکومت عمری رحمانوف انجام بدهد. تو امروز تحریم در نسبت حکومتداران امروزه وجود ندارد. یعنی تحریمی که ما بگیم حالا شما بیایید بگید که فلان حکومتدار امروزه برای قضیه یک مخالف ربودن کشتن امروز تحریم دارد، چند تحریم دارد، وجود ندارد. یک دونه هم پیدا نمیکنید. همین رو شما میدونید، یک دونه پیدا نمیکنید. مشکلی اصلی جامعه ما در همین جاست، چون این قضیه ها متاسفانه همین خیل میمونن از دیدگاه اونی که انسان های متفکر این جامعه در مرکزهای تصمیم گیرنده احزاب‌های سیاسی که در خارج کشور قرار دارند وجود ندارد، نیستن، نمیآیند. ولی مشکل میتواند در احزاب‌های سیاسی هم باشد ولی مشکل اصلی در احزاب‌های چی است؟ در همون اشخاص متفکری است که به اینها نمیپیوندند. من سوال واضح تو براتون میدم. من سال 2017 رفتم تعطیل گرفتم، وقفه گرفتم و رفتم مدتی از پشت درس و تحصیل و این کارا شدم. یک کورس جامعه شناسی در کشور سوئیس میخوندم، رفتم دنبال درسی کورس جامعه شناسی شدم و اصلا به سیاست و کارهای سیاسی دخالت نمیکردم و فقط دنبال درس بودم. این تقریبا یک سال طول کشید یا یک نیم سال طول کشید، یک نیم سال، بله. و تصمیمم این بود که درس رو ادامه میدم و تا زمانی که میبینم که من آماده یک تغییرات در احزاب‌های سیاسی هستم. ولی یک روز با یک و شاید که میرفتم دنبال تجارت هم با سیاست برنمیگردم، ولی یک روز یک برادر را از داغستان ملاقات میکنم که در سمرقند یا که در بخارا اگر اشتباه نکنم در سمرقند تحصیل کرده بود و به زبان فارسی کم کم صحبت میکرد. من وقتی دیدمش بسیار تعجب آور بود. قدیش صحبت کردیم، بسیار یک انسانی برادر بسیار روشن و یک انسانی متفکری بود و من از ایشون چند قدر صحبت کردم، دوست شدم و چند بار خانه‌اش رفتم و خانه من نزدیک بودم. در یگون ایشون با رفیقایش که ملاقات میکردم میرفتم نزدیک میشیشتم با ایشون و ملاقات بحثای اونها رو در مورد دین و دنیا و فضای امروزه جهان و ایدئولوژی که موجود است، ایدئولوژی‌های موجود است، در این قضیه ها صحبت و بحثا میکردیم. و یک روز من براش گفتم که من اعضای فلان حرکت سیاسی هستم ولی مدت وقفه گرفتگیم و دنبال تحصیل و این چیزا هستم و من به همین خاطر میخوام که دیگر دنبال درس و دنبال این قضیه ها باشم و شاید هم که به این قضیه ها برنگردم. و اون به من توصیه داد که برادر آیا بودنی تو در همون عین حال مفاد میرسوند؟ من گفتم که بله، بیشتر خیلی زیاد اصلاحات به میان میارد. شاید در تصمیم گیری ها و در پیشنهادی چیزهایی که در من میتونم به این حرکت ها کنم مفاد بیارد. مثلا شاید اهل فکر در حرکت های سیاسی کم باشد، من شاید فکری بیتیم که این فکر برای اون حرکت ها، برای جامعه تاجیکستان و برای آینده ملت مفید باشد. و اون گفت که پس خود در اینجا چیکار میکنی و باید بربگرد. من گفتم که شاید من اول بربگردم، ولی دیگه در اون سطحی که دو بچه‌ها بودم نیست، شاید از پایان برم. مهم این نیست، مهم این که در بین همون جامعه، در بین همون حرکت مردم قرار بگیری و تلاش و فعالیتات از ذهن تا در بین همون مردم نشان بدی. مطمئن باش که صداقتی خودت نشان میدهد که همون برادران همون حرکت
تو را انتخاب میکنند و با راه انتخاب تو به همون جا و مقامی که نیاز است میرسی. واقعا چیزی که صورت گرفت در مدت 1 سال 1.5 سال مبارزه، من الکی موفق شدم که دل بچه‌ها را و مهر و محبت آنها را به خود جلب کنم و با راه انتخابات بتوانم به وظیفه ها و برای انتخابات بتوانم به ریاست این حرکت برسم. از همین خاطر وقتی که یک انسان متفکر است و اندیشمند است و میآید در بحث های وارد می شود، موضوعی رو مطرح می کند که در حکومت تاجیکستان چنین واقعه ها نیست، چنین انسان ها نیست، تفکر ملی وجود ندارد و اندیشه ملی وجود ندارد، ایدئولوژی ملی نیست و ده ها چیزهای دیگر، و بعد برمیگردد طرف مخالفان حکومت امام علی رحمانه و همین اندیشه رو در مخالفان میاندازد. البته باید که انسان ها بیاندیشند که آیا در عوض این حرفایی که من میزنم آیا بار من تلاش کردم که خودم سهمگذاری همین ایدئولوژی ملی باشم، خودم سهمگذاری همین تفکر ملی باشم تا بتوانم جامعه تاجیکستان را از طریق احزاب سیاسی عوض کنم. مثلا یک استراتژی دقیق باید بکشی برای همین احزاب سیاسی و یک ایدئولوژی دقیق بسازی که احزاب‌های سیاسی از این ایدئولوژی استفاده برند. من بارها با ده ها دانشمندان وقتی صحبت میکنم همین موضوع رو مطرح میکنم که آیا برادرها ما در طول تاریخ های ایدئولوژی یا که مبدأ ملی داشتیم؟ آیا ما با کدام سمت روانیم؟ آیا ملت ما را چی میتواند اتحاد کند؟ ما نقطه و فکر و اندیشه ای چیزی داریم که ملت رو اتحاد کند، نه تنها مثلا یک تاجیکستان، در عموم در تاریخ ما همین چیز رو داشتیم. بر اساس همین وقتی که ما این نقشه ها را این چیزها را که میبینیم این چیزها وجود نداشته است، نیست. بر اساس همین ما باید کوشش کنیم وقتی که ما دولت میسازیم باید در اساس یک فکری بسازیمش که در اساس یک مبدأ بسازیمش که اون مبدأ پایدار باشد و ملت با اون مبدأ زندگی کند، ملت با این ایدئولوژی زندگی کند و اون ایدئولوژی را جزء زندگی خود و جزء خانواده خود بداند. وقتی که با همون ایدئولوژیش ضرر رسید بر بخیزد برود چیکار کند؟ در مقابل همون حکومت است، شخص است، نهاد است یا که کشور دیگر حمله میکند، زیر سوال قرار میدهد این ایدئولوژی خود را بجنگد. این کارها از کجا صورت میگیرد؟ از سازش 2-3 نفر دانشمندی که در مابین همین مخالفای با اندیشه مخالف در مابین دو طرف قرار دارند، یا مخالفت یا حکومت تاجیکستان. شما کسانی هستید که توانمندی چون این کارها را دارید و بیایید در میدان بدارید و این کار رو برای ملت تاجیک چیکار کنید انجام بدید. ما آماده ایم بپذیریم هر چیزی که در اینجا وجود دارد. البته من امیدوارم که چون این هست. بر اساس همین کار ما امروز خوشبخت متاسفانه موفق نمیشیم با یگان کاری که اون نتیجه بتید دست نمیزنیم، دست نمیابیم. شما در راهی که ما زیاده از 10 سال قرار داریم نقطه هایی را ذکر کنید که احزاب های سیاسی، فعالان جامعه مدنی که جزء آنها من هستم چی دسترسی داشتن، چی دستاوردی داشتن. دستاوردهای غیر اطلاعاتی موجود نیست. این مشکلات جامعه ما رو به کجا میبره میرساند؟ بر اساس همین باید ما چیکار کنیم؟ اندیشه کنیم، فکر کنیم، مبارزه ببریم و کاری کنیم که بیاییم ایدئولوژی ملی را بسازیم، توجه این مردم رو جلب کنیم، توجه دانشمند رو جلب کنیم، متفکر رو جلب کنیم. من مثلا این یول در این یوتیوب مثلا مراجعت میکنم و فیسبوک برادران حقوق شناس، شما خدمتتون در همین حرکت ها نیاز است، بیایید پابند یک حرکت ها شوید، بیایید پابند فعالان جامعه شهروندی شوید و شما در همین کار، در همین شغلی که دارید بیایید خدمتتون در همین جاها برسونید. شما میتونید خدمت های زیادی کنید. مثلا این قضیه عمر علی قواتوف را به سازمان های بین المللی، به کشورهای ابوالقدرت و همه جا رساندن. این قضیه خیلی مهم است برای جامعه تاجیکستان. تحریم ها نسبت به این حکومت جاری کردن که این حکومت فلج شود و ما شما بتوانیم برای یک حکومت جدیدی بسازیم. قضیه را بودن برادر سهراب ظفر و نسیم جان شریفوف یک قضیه خیلی مهم است. راهبر یک حرکت را از یک کشور میان چیکار میکنن؟ میدزدن، میبرن. خدمت شما واقعا خیلی زیاد است و باید که این کار انجام بدید.
دوستان عزیز و برادران گرامی، من یک نیم ساعت به نظر من چند دقیقه یک نوار گذاشته بودم. ما یک نیم ساعت صحبت میکنیم، بعد از یک نیم ساعت دیگر کوشش تلاش میکنیم که ان شاء الله همینی که برنامه را خاتمه ببخشیم، چون زیادی بچم برای همین ما و شما چیکار کنیم، تلاش و کوشش کنیم که ان شاء الله برای مردم توجیک، برای ملت توجیک کارهایی را انجام بدیم که برای مفاد اونها باشد. البته اختلافات و دیدگاه‌های نظرهای گوناگون را باید اهمیت ندهیم، باید موجود باشد. اگر یک مخالف با یک مخالف دیگه دیدگاه نظر گوناگون دارد، این معنای پراکندگی، این معنای دشمن بودن، این معنای دیگر چیزها را ندارد. ما باید یک چیز را درک کنیم که در صورت آمدن یک برنامه دقیق انقلابی و استراتژی انقلابی، احزاب و اشخاص ها همه میان با هم چیکار میکنن، نزدیک میشوند. تا زمانی که همین متفکر، دانشمند و این کسان نزدیک نشوند، ما و شما نمیتوانیم همین اشخاص، احزاب و نفرهای فعال جامعه شهروندی رو با هم چیکار کنیم، اتحاد کنیم. اتحادی اینها، سرجمعی اینها با یک ایدئولوژی دقیق و برنامه دقیق استراتژی که برای رفتن به انقلاب باشد به میان میاد. ما برنامه بعد از انقلابی داریم، همه دارد این چیزا. برنامه بعد از انقلابی هم خیلی چیزی ساده و سهل است، ما این میتونیم در چند روز نقشه بکشیم، ولی برنامه پیش از رفتن برای انقلاب این خیلی چیزی مهم است. من مثلا برنامه بعد از انقلاب زیاد است. یک نمونه مثالش میزنم. ما مثلا در دولت‌های اروپایی میبینیم که در اینجا مثلا چیپ برای شهروندان بی پول است. این یک نقشه ای است که در آینده تاجیکستان ما باید برای ملتی شرفمند تاجیکستان پیشنهاد کنیم که بردم شرفمند تاجیکستان شما نیاز ندارد که در دکتر امروزه پول پرداخت کنید. شما یک سغورته میکنید، سغورته طبی. مثلا در یک سال یک شهروند تاجیکستان 100 سومون برای همین سغورته طبی میسپارد. ما 10 میلیونیم. شما میفهمید که 100 سومونه چقدر مبلغ میشود. معاش همین پزشکان از همین پول سغورته کافی است ما بیتیم. وقتی که ما این کار انجام میدیم، تمام مریضی هایی که به بیمارستان میان دیگه دکترها به پول کار میکنن. در ساحه طب الکی فساد تقریبا از بین میرود. همین پلگیری ها را کمیره میزنیم، دیگر این چیزها از بین تقریبا میرود. هزارها برنامه دیگر در این صنف وجود دارد که ما میتوانیم به مرور زمان برنامه‌هایی را برای ملت شرفمند تاجیکستان پیشنهاد کنیم. وقتی که برگشتیم، ما تجربه حکومت‌های اروپایی الکی داریم که بهترین چیزهاش برمی‌داریم، بدترین چیزهاش میگذاریم کنار. فهمیدید؟ بهترین چیزهاش میگیریم. یکی از این نشونهاش، من همین نشونه این تیپ میگم. تیپ چرا این کار نشود؟ بهترین تیپ در تاجیکستان ما مهیا میکنیم. نقطه دیگرش ببینید، نقطه دیگرش ما در تاجیکستان دانشگاه‌های بین المللی میسازیم. مثلا ما هزارها ایرانی، پروفسور، دکتر علوم این خیلی زیاد است. اینا در کشورهای غربی میان کار میکنن با پول. همین میفهمید؟ مهم معاش دادن یک پروفسور نیست، یک دکتر نیست. مهم جلبی اون به کشوری است. یک پروفسور، یک دانشمند ایرانی که میاد امروز در بهترین دانشگاه آمریکا درس میتید، همون رفت به تاجیکستان که کشوری فارسی زبانی خودش است، معاش بهترش بر نمیگردن، میرود. برای این کار کردن دانشگاه‌های خیلی قوی میسازی و این دانشمندا را چیکار میکنی؟ برمیگردونی به تاجیکستان میبری و در اونجا تخصصی دقیق چیکار میکنی؟ علم‌های دقیق، فن‌های دقیق به مردم درس میدی و دانشجو از تمام کشورها چیکار میکنن؟ میآیند در دانشگاهی که درس میخونن، سرمایه برای تو برمیگردن میآید و علاوه بر این در داخل وطن خودت قدر میسازی برای کی؟ ملت خودت. چیزی که امروز در کشورهای غربی دیده میشود. ده ها برنامه‌های دیگری است که ما میتونیم بعد از انقلاب چیکار کنیم؟ پیشنهاد کنیم. اما این برنامه‌های بعدی است. برنامه از همه مهم عین حال برای ملت تاجیک ساختن یک ایدئولوژی و استراتژی انقلابی است. چیزی که در مابین احزاب‌های سیاسی مخالف امروز دیده نمی شود.
میگن ما داریم، ولی وقتی که صحبت میکنی با اعضای ریاست اون، با بخش امنیتی اون، هیچ چیزی وجود ندارد. با چنین عمل کرد نمیشود پیش رفت. برای همین من از بزرگان قوم، از بزرگان ملت، از بزرگان تاجیکستان خواهش طلب میکنم که بیایید بسازید این نقشه را. حتی امکان اگر که شما اعتماد دارید با حزب سیاسی و پیوست نمیشوید، این ایدئولوژی و این فکر رو بیایید بگید سرمایه گذاری کنید، بیایید یک سرمایه گذاری پیدا کنید و من مثلا با چند دانشمند دیگر باید 10 ماه کار نکنیم، در 10 ماه ما باید بریم 10 تا انقلاب با موزیم بیایم این برنامه رو و این نقشه رو بکشیم. ما میریم انقلاب شوروی و بهار عرب و انقلاب کاسترو و دیگر که انقلاب رو میوموزیم و میایم چیکار میکنیم؟ یک نقشه دقیق و یک ایدئولوژی دقیق برای انقلاب برای مردم تاجیکستان میسازیم. برای همین این کاری سخت نیست و دانشمندان میتونن این کارو بکنن. من از شما طلب و خواهش میکنم که این کار دست شماست، به امید احزاب‌های سیاسی نشوید و شما بیاید این کارو بکنید و لطفا بکنید و برای احزاب‌های سیاسی پیشنهاد کنید. برای همین امیدوارم که ما و شما میتوانیم آینده مبارزه را به دست خود بگیریم و کوشش کنیم که ملت تاجیک و مردم تاجیکستان را از این بحرانی که این حال وجود دارن نجات بدیم. من منظورم تنها بنده نیست، من منظورم عموما هر کسی است که فکری آزاد و فکر مستقل و فکر دارد که میتواند در تاجیکستان چیکار کند، دیگرگونی به میان بیارد. در صورت این آوردن اون ما این گونه که این حال رفته ایستاده ما این گونه میریم. مخالفان یا تعداد 30-40 سال میشود، 30 سال میشه در خارج کشور عمر به سر میبرند، ولی میبینید که تغییرات به میان نمی آید. بر اساس همین برادران و خواهران عزیزی من، وقتاتون رو مصرف نکنین و برای بهتر ساختن وضعیت کشور مبارزه ببرید. و بازم من از برادران و کسانی که ما را در یوتیوب تماشا میکنن و در فیسبوک خواهش میکنم، برادران قندی من، برادران عزیز و گرامی قدری من، خواهران و مادران، پدران، من در صفحه جوانان تاجیکستان بخش مستقیم نمی اومدم و نوارها خیلی کم نشر میکردم. طولی چند سال میشود من در سامانه گروهی 24 زیاد مبارزه میبردم، بخش مستقیمی رفتم و برای مستقلیت این کانال زیاد تلاش نمیکردم. ولی از شما خواهش میکنم که دوستان در کانال جوانانی برای تاجیکستان ابونه شوید و بخش مستقیم ما را دستگیری کنید و زنگوله را حتما بزنید و ان شاءالله که در آینده من تلاش میکنم که برنامه بیشتری داشته باشم و کوشش کنم که برای شما خدمت انجام بدیم. ان شاءالله که من مطمئنم که ما و شما موفق میشویم و موفقیت و پیروزی در از مردم تاجیکستان است و اون به مردم تاجیکستان به دست می آید. کمی زحمت میخواهد، کمی تلاش میخواهد، صبوری میخواهد و ان شاءالله که عاقبتش به دست می آید. برای همین بیایید برادران و خواهران در این راه وقت خود را مصرف کنیم، در این راه جان خود را مصرف بدیم، قربانی کنیم، خودگذری کنیم. همونطوری که در اولی برنامه گفتم، برادر سهراب ظفر برای نسیم جان شریفوف خودگذری کردن و سببی دزدیدن برادر سهراب ظفر هم خودی نسیم جان شریفوف میشوند که ایشان گپ را گوش نکردن و پیگیر قضیه برادر بودن و تلاش و کوشش میکردن که این برادر رو پیدا کنن، رفتن قربانی کنن خودشون رو و قربانی شدن. انشالله که الله متعال برای ما نیرو بتید، قوه بتید، انرژی بتید که ما و شما بتوانیم و تمام تلاشمون رو بکنیم که راهی برادران مبارزی خود، راهی استادان خود، راهی راهبران خود، راهی اون کسانی که برای این ملت، برای این کشور، برای این مردم قربانی کردن، جان دادن و پیش بریم و خودمون در این راه هم اگر که عاقبتش قربانی باشد قربانی کنیم. دیگر باقی به صحبت طولانی نمی کنم، برادران زیاد از 1.5 ساعت می شود در بخش مستقیم و انشالله که آینده بخش مستقیم زیاد خواهد بود و ما در بخش مستقیم در حضور شما قرار می گیریم و خدمت شما را خواهیم کرد و هیچ وقت بیننده تاجیک را، بیننده مردم تاجیکستان را دلخورد نمی کنیم و اگر حرفای ما برای کسیتون زجر میتید،
سخت است، از شما عذر میپرسیم. ما برای اصلاح حرفای خود آماده، شما میتونید پیوست شوید و اشتباهی من، خطاگی من رو بگویید و مرا بهتر بسازید، قویتر بسازید. من برای کار آماده ام و هر حرفی که شما می نویسید و هر حرفی که شما میگویید من به نظر میگیرم و وابسته به اون حرفا کوشش میکنم، تلاش میکنم که خودم رو قویتر بسازم. حرفای خوب و شایسته ای که برای بهتر ساختن ماست انشالله که برداشته میشوند و گرفته میشوند و من به اون حرفا کوشش میکنم در آینده عمل کنم. دیگر باقی در امان خدا باشین، زنده و سلامت باشین و تشکر از همه شما. بار دیگر تشکر میکنم. زنده و سلامت باشین.